بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر دیار جان صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح تاجیکستان عزیز بخیر. این صبح در مهمانی برنامه ما دارنده عنوان علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرمند فیلارمونی دولتی تاجیکستان، آموزگار کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان ظاهرشاه حیدرов هستند. اولا سلام خود را به مردم سرخ زمین میرسانم. راستی مدتی 7 ماه 8 ماه می شود که من نیت داشتم که در برنامه شما اشتراک کنم و این نیت های و آرزوهای من عملی شد و برای شما تشکر زیاد میکنم که مرا به همین برنامه دعوت کردید. خلاقی جهان عجب تو قدرت داری، بنده همه در خواب و تو بیداری. به اندیشه شما تا چه اندازه سراینده را ضرور است که با یک اسباب نوازش ملی سر و کار داشته باشد یا لازم نمیشه تنها سرود خواند شعر از خود کفایه است برای سراینده؟ نه چرا باید یگان چند اندیشهش نمیدم من گفتن لا کفایگی ندارد سرود می زمزم میکنم خود کفایه است من صنعتکار هستم و البته شماره خیلی کم چنین اندیشه دارد. نه باید صنعتکار با واسطه که سرود آواز دارد باید سازم نواخته تواند، برای که وقتی آهنگ را خودت ایجاد میکنی خودت میسری و دیگر چیز است و وقتی که نواخته میسرایی و دیگر دنیا است. و راستی منم همین گونه فکر میکردم در اول وقتی که وارد موسیقی شدم و یک دنیای موسیقی دیدم، یک ماهیچه در همین بحرچه از این بحری کلام میافتد و در درون بحر میگردد کلام میشود، بسیار کلام میشود. وقتی که بالای بحر خیس کردن میگیرد بعد چغ میزنه میگه که من زور بودیم، یعنی من بسیار با اندیشه خود من بسیار زور بودیم، همین دیگر نیست دیگر ماهی. وقتی که بالاتر خیس میکنه تو میبیند که در بحر چگونه کیتای کلام هستم میگوید که حالا من هیچ چیز نبودم. وقتی که منم همین چیز آرزو میکردم وقتی وارد صنعت اصیل شدم بسیار استادای دیدم و دیگر شدم الکی جهان الکی من باید دیگر چی باید فکر کنم. السلام علیکم. السلام علیکم. جان عزیز. السلام علیکم ظاهرشاه عزیز. سلامت باشید. اون مادری که بارها مهمانی شما را به این استودیو من از لقمان جان خواهش کرده بودم این منم. سلامت باشید. مادر کلام حاجی عزیز هستند. تشکر زیاد. بارها من میخواستم که شما مهمانی این استودیو باشه و همزمان حاجی عزیز گفته بودند که اگر وقتی به استودیو تشریف می آورند حتما در خانه شما از انتظار شما هستند. سلامت باشین. این نداره البته ظاهرشاه عزیز من یکی از مخلصان اشدی شما می باشم و نگفته نمانم که من غالبی آزمون شعر مادر در سال 18 همین ساله غالبی آزمون شعر مادر می باشم. شما رو تبریک میکنیم مادر جان. من باور کنید نهایت از این غالبیت ممنون شدم، خرسند شدم و الهام شعر نویسی من زیاده گشت. بسیار من از شما میندار هستم. اگر شعرها دسترس میشد من برای شما آهنگ تهیه ایجاد می نمودم و برای شما همچون تحفه برای شما تحفه می نمودم و برای شنونده های جان گفتن من بعدش آن که شما را به استودیو دعوت نمودم چنانه که لقمان جان گفتن من در خانه خود منتظر می شوم. سلامت باشد چون مادر کلام جدی نگاه میکنه. تکلیف شما را باشه چون پسر عزیزم لقمان جان ما یک جای میریم هر زمان خانه ما را میدانم. قبول حاجی عزیز اگر یک تکلیف می نمودید من سرم به آسمان می رسید. و خب مادر کلام مهربان گفتند حتما همجوری می رویم ما منتظر باشید. پس البته تشکر. من منتظر شما.
بروی چون صبحی سحر بر هر دو لب‌های شکر بروی چون صبحی سحر بر هر دو لب‌های شکر بر خنده ات جان و جگر شیدا شدم بر خنده ات جان و جگر شیدا شدم همین روز دیدارتان با وای شدم مرحمت مرحمت سلامت باشتم همین روز تشریف شما سرم با آسمان رسید شام دید نوری دیده هم آتا شام دید من میدم من 14 نبیره دارم 2 ابیره بحری همه نبیره هم من شعر ایجاد کردگی نامش بر رزاق عالم شوی چون نامد عبدالرزاق ملهمی جانم شوی ای جانم عبدالرزاق در کودکی شوخکی اله تو کلان شد در بین مردم شوخ تو شوخی بیزیان شد نبیره 13 من دلبند من گلقند من صفیه خان در شیرینی چون قند من صفیه خان دعا گویم اله تو کلان شو دمی پیری برایم مهربان شو این یکی از بهترین حقیق تحفه این برای فرزند قدر عمرش میمونه بگذار اینها گفت که مادر کلان من کی بود شناسم نگاری نازنینم زنده باشی و بخت و بهترینم زنده باشی برایت آرزویم یک دلی شادت اله جاودان باد تو زیبایی تو رعنای گلی من به زیبایی تو یکتای گلی من تو را من زیبی خانم می شمارم بیمانی تا ابد زیبا گلی من 14 نبیره خوش نزاکت صبر دل آرام جانم گویمد خوش صورت خوش سیرت عایشه خانم گویمد در گرودار حیات طالع مددگار تو باد یک گلی خوشبوی این باغ حیاتم گویمد به بحر عالم تو خود نظر کن ای نظیر جانم به زودی کعبت الله را سفر کن ای نظیر جانم می شمارم من تو را از روز اول کاسه چینی کی به تخت دامادی همچون پدر ببخشید محمد نام شیرینت ای پسر جان بخت و دولت هم نصیبت ای پسر جان برای والدینت مهربان شو بیماند تا ابد نامت پسر جان وقتی که فرزانه خان مهمان خانه ما بودن من و یاوه گفتم که در جاده ادبیات همین کار چی نام داره ایجاد من نامش چی مثال ادبیات به من ربایی هست غزل هست شعر هست اوی کدن خیال کدن خندیدن و گفتن که نوآوری بگذار گفتم بحری نبیره هم نوآوری باشد من خودی از استاد آذرخشم یک شعرشان هم خاکساری کرد مادر پیشی در انا شما هم شعرتان رو خوندم علاقه وزن و خافیهشون هم در جای هست یکم بعضی شاعرها هستن چی بگم وزن نمیدونم شما استعداد خداداد دارید که همون وزن علاقه شما حس کردید همون در تلفن شما علاقه سخن کردید علاقه و یک تربیت کننده است بسیار مردم باز یک با فکر می‌آیند که کشتمان رو باید ایزد احترام کنند اگر هر یک تیم اگر هم که سهم می‌ذاریم علاقه چقدر مدنیت و آداب و احترام جوانان رو باید با همین راه باید تربیت کنید همین شعرهای من میخوام که زاهد جان عزیز شما آهنگ بندید منم برای همه آمادیم منم شعرام نمیخوام که به همه سراینده داده باشم با اون سراینده که ایجادیاتی و سراینده پر از معنای بلند دارد من شما برای چه اینقدر مخلص شدم شعرهای شما نهایت پرمعنا نهایت پرمضمون وقتی که من شنیدم که یک معلمه گفتن که ظاهرشاه عزیز تا آمدن شما من شعر ایجاد کردم و یا یک خط خواندن اینا موسیقی که گفتن و یا همین پگاهی و یا یک سحری و یا یک خط خواندن اینا با آهنگ سراییدن من گفتم از افتش همان مخلص هم مثال من تشکر زیاد میکنیم با مادری عزیز و پدری عزیز و ما بچه عزیز شما بسیار یک دسترخوان زیبا که ما رو دعوت نمودید من بسیار می‌نوازم هستم راستی من اولین مرتبه در شهر خوجند
به مهمانی آمدم راستی این جای یگان جای بسکونش نیست یگان چی نیست برای شما برای مهمانداری و بسیار قدردانی من بسیار یک الهامی بسیار خوب گرفتم از این چیز و من کوشش میکنم که در آینده برای همه شمایان سرودهای نو و از شعرهای شما هزار رحمت سرودهای ایجاد نمونم رحمت سلامت باشید من منتدار مادرم از لاله زاری بختی من رفت مادرم از لاله زاری بختی من رفت دولتی نایابی من از تختی من رفت گفته بودم جادی هم بالای چشمم تا ابد گفته بودم جادی هم بالای چشمم تا ابد ناعیان کرد از منو از منزلم بر وقت رفت ناعیان کرد از منو از منزلم بر وقت رفت مادرم از لاله زاری بختی من بر وقت رفت دولتی نایابی من از تختی من بر وقت رفت گفته بودم جادی هم بالای چشمم تا ابد ناعیان کرده از منو از منزلم بر وقت رفت گفته بودم جادی هم بالای چشمم تا ابد ناعیان کرده از منو از منزلم بر وقت رفت آرزو داشت مادرم تا بیابد او پسر پرورد نخلی امیدش را مثالی جان ببر آرزو داشت مادرم تا بیابد او پسر پرورد نخلی امیدش را مثالی جان ببر بختی مادر خنده کرد طال مددگاری بکرد فخر ملت را حیا داد و خود بر وقت رفت فخر ملت را حیا داد و خود بر وقت رفت
جنت المأوا شود در حریم رحمتی الله اکبر جا شود من خدا کویم مکانش جنت المأوا شود در حریم رحمتی الله اکبر جا شد مادرم از لاله زاری بختی من بر وقت رفت دولتی نایابی من از تختی من بر وقت رفت دولتی نایابی من از تختی من بر وقت رفت بهترین برکتی پروردگار به دولت به عزت به حرمت بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر دیار جان صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح بخیر صبح تاجیکستان عزیز بخیر